سلام بچه، خوش اومدید به اولین ویدیوی من. بچه من خودم ویدیوی یوتیوب میذاشتیم بده، الان ویدیوی بلند قرار بزنیم و تازه شروع کردیم. بچه راستیتش گانا لجند سیزن جدید شروع شد و سیزن جدید اومد دیگه. خلاصه بریم این چیه اضافه شده، چه کار لجند جدید اضافه شده که میتونید با این توپینای سیاه رنگ و شش بود که سیزن قبل بودیم. نمیدونم کی بود، نمیدونم کدوم سیزن بود. این گرفتیم جوایزش باشه، یه دونه GPS اپیک داره، گان خوبیه. یه دونه استریکر 45 داره، گان خوبی نیست و اپیکشون خودم دارم، اینو نمیگیرم. اسکیم هم که بچه هایی که با 7 سالگی کلاف بودن توی کلاف اون موقع میدونم این اسکیم اومده بود با واسطه ریدکشن بود، نمیدونم چی. اوکی بریم بچه. این تو کینای انفورد لجند در این سیزن دوباره اومد و سیزن بعدی تمومه. من خودم سیزن بعدی گرفتمش. کپون ایتم ایمت پروفایل خوبی نیست از این کارتا. یه دونه هم قاب پروفایل، یه دونه هم کنین کارت خوبی، چهارمش هم خوبه. این شکل ایونت بچه. ایونت دوباره مثل 2 سیزن قبل یه دونه ایونت اینجوری اومده. به نظر خودم اسکینش اصلا خوب نیست. آخه این اسکین رنگش خیلی خفن تره. بخه این چه اسکینیه خودش؟ من خودم اسکینش بدم میاد. گانه بعدی کیلو 141 گانه خوبیه. اینجا هم یه دونه گانه اپیک داریم که یه سنتره. فقط چرا اسکوپ کسونه توشون خیلی عجیبه نازم. بریم خب ایونت اینجا میرم اینجا داریم کسیموس. البته شد راست کلیک نمید رنگ که بده بدیم که بیتر بهتون میده. آجی من رفتم زدم تو اولی منو دارم دادش. کارکتر خدایی نگاه، این کارکتر خیلی خفنه. خودم از کارکتر خیلی خوشم آمد. این بود از سیزن جدید از شکرفوان لژند جدید بردار پس داده. حالا هر وقت که شد میذارم گیمپلی میذارم بچه راستیش. بازی مثل نسخه زماندار تایمدارش نیومده. این سیزن جدید بود بچه ها. این راستیش اینجا اومدم که بهتون نشون بدم اینا رو بچه ها. یه سری گان اینا رایگان اینجا توی بخش ما کل آیتم رایگان داریم. اول از همه اینجا که گرماست این برم ایونت هاست بچه. ایونت ها خفن‌ترینش به نظر خودم اینه که کیلوبات میده. هست فکر کنم اسکینشون نمیده. اکتیویژن آخر اسکین به این خفنی میده رایگان. و این ایونت منتظریم که باز بشه. تایمش زده که بچه تایمش 1 ماه دیگه، نمیدونم کی باز میشه. حالا هر وقت باز شد ویدیوشو میذاریم و اینا. ممنون بابت تماشای این ویدیو. خداحافظ تا ویدیوی بعدی. خداحافظ.